استاد امروز درسم خوب زدم؟ اگه بخوام راستشو بهت بگم در واقع درس امروزت رو افتضاح زدم، ولی آره عزیزم خوب بود، ولی مطمئنم بهترم میتونی بزنی. استاد چقدر طول میکشه من تار یاد بگیرم؟ اگه بخوام راستشو بهت بگم با ایکیوی داغونی که تو داری حداقل 1 سال طول میکشه فقط اصول اولیه رو یاد بگیری، ولی من بهت کمک میکنم سر یاد بگیری، ولی بیشتر بستگی به خودت داره. میگم استاد سازم ساز خوبیه. خب اگه بخوام راستشو بهت بگم بیشتر سازت شبیه به یه دیگه چوبه که بهش سیم بسود و صدای قازقالنگ تا یه ساز، ولی آره عزیزم برای شروع مناسبه، ولی بعداً باید حتما یه ساز بهتر بگیری. میگم استاد ببخشید ولی یه مقداری هزینه کلاستون زیاد نیست؟ چی تو؟ اینو دیگه قطعاً به راستشو میگم. چرا عزیزم اتفاقا خیلی زیاده، به خصوص وقتی که ته ساز من تو کله تو خورد شه. استاد چیکار کنید؟